أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرای اسلامی و برادرای ایمانی، جسممون خورد و نوشید راحت کرد، روح ما محتاج به گپ خوبه. روح ما میخواه که تعریف و توصیف و گپ نغز فهمه. همه پیغمبران در این زمین آمدن که مجموعاً 124,000 پیغمبر. قرآن میگه و ما یتذکر الا لأولی الالباب. این پند قصه هایی که پیغمبران برای شما میتین و شریعت و دین میبیارن، این دین و شریعت و پیغمبر کسی میفهمه که او صاحب ادراک باشه. الباب گفته اصلا فکری به معنی رو میگن. انسان اگر فکری به معنی کرده نتونه برادرها، هیچ محل به قدر پیغمبر دین رسیده نمیتونه. پیغمبرها برای اولوالالباب آمده بودن، برای انسان هایی که درست میفهمن که مقصد چیه، درست میفهمن مقصد چیه. وقتی که درست که نفهمیدی، دین خرافات اوثانه میگی و نماینده دین فناتیک میگی و مسجد چیکار کرد میگی و این آن تعذر تحمل میکنی. در تمام دین بودیم، در یهودیت هم در مسیحیت هم تهمت ها زدن بنی اسرائیل یهودی ها پیغمبراشون. حضرت عیسی مسیح چی تهمت هایی نکردن؟ 124,000 پیغمبر برای اولوالالباب آمدگی بوده است. او انسان هایی که در درون این قدرت جداکنی دارن. اگر قدرت جداکنی نداشته باشی، هیچ محل ما فرق کرده نمیتونیم حالی منافقه مسلمان. انسان همینجا باید قدرت جداکنی داشته باشه. 124,000 پیغمبر معلم. این شوخی نیست. کدام دانشگاه 124,000 معلم داره؟ دانشگاه خدا. 124,000 معلم در دانشگاه خدا. دانشگاه خدا مسجد. مسجدها دانشگاه هم. مسجدها فقط خالص برای سجده نیستن. تمام بزرگای دنیا از عبادت خانه ها برآمدن. چه از زمان افلاطون و ارسطو همو حوزه های خرد مسجدی ده بودن، همون در کلیسا ها شناخته شدن. تمام بزرگای دین ما هم از مسجد مدرسه ها برآمدن. ما یک مراتبه فکر کنیم که مسجد چی خدمت میکنه. ما میدونیم که مسجد چند قدر انسان بی‌رحمه در راه درآورد، چند قدر از دزدی توبه کرد، چند قدر زناکار از زناکاری توبه کرد. مسجد ها را یک بار فکر کنیم که مسجد در یک سال تا 50-60 مرده را به وطن روی میکنه، به گور مرده میرسونه. همش مسجد شد. این مسجد هزار عالم ها را عالم کرد. مسجد جایی است که اولین انسان در مسجد ابراهیم پیغمبر خدمت کرده. دویم اسحاق نبی که اولین قبله مسلمان ها بیت المقدس انداخته. سوم اسماعیل نبی که پدرش خدی قبله دویمنگی که کعبه شریف هم بوده انداختیان. برادر هر کسی خدمت مسجد میکنه او بچه حضرت ابراهیم هست. خانه ما خدا در انسان خدمت کردن نمیتونه. خیلی انسانی در کار کردن که ابراهیم خلیل الرحمن خدمت کنه. دانشگاه الهی در زمین مسجده. پیغمبران معلمن. کتاب 104 تا کتاب آسمانی آمد. اون صحیفه هایی که به شیس نبی آمد، صحیفه های به نوح نبی آمد، به ادریس نبی آمد. کتاب مکمل پره به موسی علیه السلام آمد. کتاب مکمل پره به حضرت داوود علیه السلام آمد. کتاب پره به حضرت عیسی مسیح آمد. الحمدلله کتاب پره که امروز فخر ما مسلمانای قرآن مونه. ما چی داریم دیگه در دنیا؟
وقتی میپرسی کتاب داری، در دنیا یگان کتاب یافت میشود مثل قرآن. در دنیا یافت میشود برنامه ها رنگ برنامه های قرآن. در دنیا یافت میشود رنگ قرآن باری در این سطح. تا آدم علمی نباشه قرآن رو نمیفهمی. قرآن آسان نیست. علما جمع کردیان که در هر یک ورق قرآن زیاده از 15 علم یافت میشه. چی به میگه قرآن که فاتو بسورتی من مثلهی؟ یعنی اگر قدانوگی شما میکنی یک سوره رنگ اینا اعطینا بیاره باورتون کنم. امروز در زمان جناب پیغمبر در پیش کعبه مشرکا عهد بستن که قرآن 3 تقسیم کردن. گفتن سال دیگه همین روز می بیاییم یک تقسیمش تو جواب می نویسی، یک تقسیمش تو می نویسی، یک تقسیمش من. تمام شاعرای عرب بودن. گفتن ما محمد صلی الله علیه و سلم متهم میکنه به کتاب آوردگیش. این همون مثل همین میتونیم. همونها را خدا گفت که فیلم تفعلو، شما نمیتونی کار کرده. با تاکید کرد لن تفعلو. لن از برای استغراق میبیا. یک کار انسان میگه که کنکرت نه نمیخیلم. خدا اول لم آورد که نمیتونه لن آورد. تا قیامت نمیتونه خطان غم نتی. این معجزه قرآن این. چی شما نمیتونیم؟ رنگ قافیه بندی شعری که در اون زمان عرب همش ادیب شعر نویس بود، همین خیلیش هم نمیتونیم. نه خیلیش نه. اون زمان در ادیبا و شاعرا بودن. من این زمان در نه شاعره نه ادیب دنیا دیگه خیلی شد رفت. چی با قرآن نمره اگر؟ او زمان در ایجاد شاعری نمره 1 شد وزن شعری خطی. این زمان در از روی چیه میگم؟ قرآن مجموعاً 39 نام خطی ذکر میشود. یک نام قرآن کتابه. ذالک الکتاب انزل الکتاب. یعنی نام قرآن چی بوده؟ کتاب. کتاب چی را میگن؟ اصلا در زمین عرب هاری یگان نمودی کتاب عرب نمیدونیست چیه این کتاب؟ این کتاب نویسی و این چاپی کتاب و این ورق این باب بندی نو پیدا شد. اما در اون زمان خدا پیغمبر میگه این کتابه. در کجای قرآن کریمه کتاب میبیا زیاده از 79 جاده این میگه معنی قانونه. معنی کتاب چی بوده در قرآن؟ قانون. اون زمان ده به واسطه وزن شعر عروضی همه را متهم کرد. این زمان ده به قانون متهم میکنه همه را. قانون های دنیا امروز هر روز عوض میشوند. 1 سال بعد باز زیدش میبرن که همین قانون شما برضرر برآورده. قانون ها آدم ها رو چکار میکنن؟ اکثریت انسان ها قانون نگاه نمیکنن. اکثریت انسان ها پروای قانون ندارن. قانون هم برای طبقه های همین میانه. اما این قرآن پیغمبر هم میگه اگر تو من بعد ما جاءک من العلم، این قدر علمی که من برای تو دادم، ما تبین له، این شریعت آشکارت کردم، آشکاری را دیدی، پیشروی را دیدی، اگر با همون مشرک یهود اطاعت میکنی تم ظالمی. پیغمبر روی خاطر نبینم تو هم بگه که از گروه زیانکارویی. امروز معلوم میشه که این قرآن از جهت قانون در دنیا یکم ده. اگر دزد نسل پیغمبره، بچه پیغمبره، دختری پیغمبره دستش میبره قرآن، روی خاطر نداره. این قانونه که امروز در دنیا میبینیم ما، این قانون برای بعض انسان ها یگانگر اهمیت نداره. شما همش اینو میدونید دنیا داره. همه کشورهای ابرقدرتی که امروز با نام اصطلاحگر معلومه، همه بریتانیای کبیر و آلمان و امریکا مجموعاً 129 بار قانون علیش کرده بدیان. بعد دولتاشون دولت پیشرفت شده. چند بار علیش کرده بدیان؟ 129 بار سرقانون علیش کرده بدیان. اما قرآن 15 اصرای الحمد در جاش ایستاده، قل هو الله در جاش. یگان انسان یک الف شا گرفته نمیتونه. هست آدم پیدا شود گوه که همین سلمان سوره الحمد اول قرآن میگیره، نمیتونه. خب میگه شما رسیده نمیتونه.
اکنون یک بار به خودمون فکر کنیم که به کدام قانون زندگی کنیم. 15 عصر می شود یگان جوش عوض نشده. ابر قدرت ترین کشورها 129 بار قانون علش کردیم. باید ما یک بار فکر کنیم به کدام قانون زندگی کنیم. کدام قانونه؟ چه قانونه او؟ کتاب و برنامه دینی ما سیمش هر یک دانشگاه پروگرام در کاره. مسجد پروگرامش قرآنه. معلم ما 124,000 پیغمبر. آخران خیشت الهی را بیناش پر کرد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. جناب پیغمبر گفتیم دین خدا یک قصر بوده، در تریزش من اومدم محکمش کردم، پرش کردم. ما بعد پیغمبر یگان پیغمبر دیگر منتظر نیستیم. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم اکنون میگم که نام ما مؤمنه. همه ما را مؤمن میگن. اول میگن مؤمن و مسلمان هم خیلی کلمه است. ما در قرآن سوره داره با نام مؤمنون، با سوره داره با نام مؤمن. دو سوره داره در قرآن، مؤمن، مؤمنون. نام خدا با مؤمنه. سلام مؤمن، سلام المؤمن المهیمن. نام خدا مؤمنه. ما هم مؤمنیم. دو سوره قرآن ما مؤمنه، نام خدا مؤمنه. نگه سوال میشه مؤمن کیه؟ ما سوال میشه مؤمن کیست؟ مؤمن کیست؟ سوال میشه. حضرت ابوبکر صدیق از همین میپرسن که مؤمن کیست؟ مجموعاً علما گفتن که خصلت مؤمن 80 تا 90 تا، که حضرت ابوبکر گفته از جناب پیغمبر شنیدم که خصلت مؤمن 5 تا تقسیم کرد. ببینید 5 چیز سر شوه او مؤمنه. مؤمن نام خدا، مؤمن نام امت محمد، مؤمن و مؤمنون دو سوره در قرآن. نگه سوال میشه مؤمن کیست؟ حضرت ابوبکر گفتیان که الورع فی الخلبه، کسی در پناهی تقوا داشته باشه. باز ما اجازه نمیدونیم همشته در مسجد هم مشیشتگی هم اون نمیدونیم. ما نمیدونیم در پناهی باید چیکار میکنه. سری همه خم همه نماز خون، سری همه خم همه شیشتگی، همه تلفن داره، تلفن های همه در دری مسجد قرآن کشادگی. ما نمیدونیم ممکن در پناهی باید چه تماشا کنه. ما نمیدونیم که در پناهی ما با چیکار مشغوله. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت ولا ينظر الى رکوعها و سجوده. نمازی باید نگاه نکنه، رکوع سجودی باید نگاه نکنه. نماز و رکوع و سجودی باید شما را فریب نکنه. باید مومن نیست. ولی در پناهی و چقدر ترس خدا داره. یکم خصلت مومن همین بوده که الورع فی الخلوه، تقوا و خدا ترسی در پناهی. همه صحابه بزرگیش همین بود. در دل شب در پناهی ما چکار میکنیم؟ باید انا همون جدا ما معلوم بشه خدا ترسی ما. یکم ارگان مومن همین بوده که انسان در پناهی چکار میکنه. باید ما یک مراتب فکر کنیم که ما در پناهی چکار میکنیم، در دل شب چکار میکنیم، در دل شب چه مقصد نیت ها داریم. هیچ محل به حج زکات و نماز فریفته نشه برادران. اکثریت جنایت امروز نمازخانه کردیسیان، اکثریت جنایت امروز همه حج زیارت میکردگی کردیسیان، اکثریت جنایت همه ریشدارا کردیسیان. فریفته نشه. ما مومن ها فریفته میشیم پر نماز یک انسان. خیلی انسانی در کاره که در پناه ترس خدا داشته باشه. خیلی انسانی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه غیر روزانه با مردم شب ای خفتن تا بامداد گریه میکرد پناهی. اغلبیت صحابه اتفاق دارن که حضرت دیدگیم منطقه داشتن، میگه در شرق مدینه میرفتیم فقط میگه روشون میپوشوندن تا روز گریه میکردن.
چندین مراتبه دیدگیم. حتی عبدالله ابن عمر میگه که از روز خلافت پدری من قبول کردگی تا روز در خاک موندنشه پدری من چشماش یگان مراتبه از سرخی گریه برنگ نبود، فقط سرخ بود. میگفتم چی بود تا خیلی بسیاری بعد گریه میکنی خدا چی روزه گریه میکنی یگان روزه هست. میگفتم بچه‌م عبدالله کاش که خوشحال میشدم. تا چی با گفتم خوشحال و سنگ خدا نمیپرسه. اگر این فرزند خطا به خدا میپرسه این اسلام به واسطه این دین ما رو عزت داده. میگفتن چی با خدر شب گریه میکنید؟ میگفتن اگر در این شب شتر را وزبین بار کنن و خر را سخت کلتک زنن و محکمه خدا در روز قیامت میخیزه میگه عهد خلافت عمر بود. من جواب میتیم این شب در کمپیر شب خیزه گریه کنه. او فرزندای یتیم شده در عهد من. اون نفرایی که در این جنگا رفتن مردن فرزندای و یا شب میخزن پدر میکوان. راهبر کی بود؟ میگم من سبب میشم، من گریه میکنم. من حضرت پناهیو رفته میگه گریه میکردم در 11 سال قریب خلیفگیشان همین خیل خراب شدگی بدن. حضرت کی میگه از خرابی نمیگه کبود شدگی بدن. بسیار گریه میکردم. چی میخیزانه در دل شب اولیای ما را؟ خیلی انسان ما باید در پناهی ترسیم ای خدا. اینجا ده همه ما خب میکنیم، مسجد همه ما خب میکنیم، روز جمعه همه چیق میکنه و سر ما چی میدونیم در پناهی چی گپه. خیلی انسانی در کاره که در پناهی ورع داشته باشه. اغلبیت انسان همین زمان بامداد قضا میکنن. نخواندنی بامداد این یک از خصلت‌های منافقه. کسی 2 بامداد 3 بامداد قضا کنه خصلت منافقی داره. حدیث صحیح هم. اغلبیت انسان ها همین روز فقط جمعه میخونه، پروای 5 وقت ندارن. شما باور کنید بسیارن خیلی ها. اغلبیتش بسیار انسان های هستن امروز همین جمعه میبین به قطار خلق. اغلبیت انسان های هستن که مسجد فقط عید رمضان قربان رو میبینن. اصلا همون روز میبینن خیلی میگن همون رو ما میبینیم هوای مومنه. نه خیلی انسان در کاره که در پناهی ترس خدا داشته باشه. خیلی انسان در کاره که در پناهی ورع داشته باشه. دنیا شیرینه، حالتهای میبیه که پولی بسیار میبیه، حالتهای میبیه زنی زیبا میبیه، حالتهای از امکانیت ها میبیه. انا همین جده مومنی معلوم میشه. یکم خصلتش همین بوده. دویم خصلتش حضرت ابوبکر گفته که از صدقه عند الفقر، صدقه در حالت فقیری مومن معلوم میشه. تا چه خیر گفته بای صدقه ته نومی وای نفقه. بای صدقه میداده نومی وای چی بوده؟ نفقه. اگر کم بغل صدقه میداده نومی او صدقه بوده. صدقه ای نفقه 47 درجه نزد خدا فضل داشته. انانو کم بغل در وقت کم بغلش مومنیش معلوم میشه. و مما رزقناهم ينفقون. این مومنا همون رزقی که خدا داده همون با نفقه میکنه میتیه. آدمی که خودش بزرگ داره با همون لبه که همون میپوچه و با یک آدمی نادار دیگه در برده میتیه یا لقمه هم باشه این نامش صدقه بده. آدمی که دولت داره و سولت داره و یک گاو پخته آورده میتیه مردم میخورن نام این نفقه بده. همون یک خرموها که آدم فقیر صدقه دادگی از یک برزگه و این 47 درجه از خود بلند بوده. انا همینجا معلوم میشه. انا همینجا او ثروتمند میلیون تیه انمون فقیره که از محنتش همین قانون میبیاره و همیشه هم میشکنه و در دیگر فقیرش میتیه. این فرق داره از او. حضرت گفتن که از صدقه این در فقر، صدقه نزد فقر. حضرت امیرالمومنین عمر ابن خطاب پرسیدیم یگان مراتبه از خدا شخصی بزرگ دیده؟ بله. گفته که در زمان خلیفگیم. گفته چخیل دیده؟ گفته در بازار مدینه که کلانترین بازار در عهد خلافت بود من هر روز بازار تماشا می‌دارم. گروه فقیرای را می‌دونستم که اونها حمال بودن، گروزچی بودن. من میومدم همین کیسم تنگه موندگی در کفای دستاشون یک تته پناهی میدادم. 3
صرف تنگانه که میده تیلوک داد این زندگی تونه گذرونه. از بین اینها یک تشبیه دیدم که هر باره که تنگره میدادم شد تا پشت یک دیوار تو میخورد باید پشت همین پرسن کون کیه همی فقط همین من میتیم شد پشت دیوار تو میخورم اکرد میگه از دور نظر کردم که میگه پشت دیوار تو خورد و یک گروه فقیرای دیگه خیلی شیشتم همونجا میگه یا صراف بوده ولی چیکار میگه ده تنگه رو دراز کرد میگه او هم تنگه رو نقره کرده بعد از همونجا میگه چند قدر همون مردی کاری بود میگه همون تقسیم کرد با فیروش کردم گیجه بیو همین کار ما چند مرتب پایخاز کردم اما دو تنگه که ما در کف دست میتیم یه ماه زندگی تا نمیشه که همون را خودت بخری همون را خودت استفاده کنی خودت محتاجی با چی مردی کار بازار مردم جمع میکنی و تقسیم میکنی مگو امیر المومنین که شما قبوله من شما رو قبول دارم با جان دل لیکن یارو جناب پیغمبر خودش تگی بده هم صحابه کرام بودن جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله خودش تگی بده رسول الله دعا کردن که پروردگارا روز قیامت من در جمعیت فقیرا محشور گردون من در بیش خاطی فقیرام من همه اوجه که ای فقیر در روز قیامت در بدن من هست من همین را با یگان خلیفگی شاهی شما نمیتیم من هم خیلی انسانم که پیامبر گفته که دعا کرد که من خاطی فقیرام چرا پیامبر دعا کرد اسلام زیدی گدویه اسلام زیدی فقیریه جامعه فقیر بود جامعه نادار بود رسول الله گفت که من خاطی فقیرام در بیشتر فقیرا شما زیغ نشوه من خاطی تونم دیل همون شکسته بود گفت من همون بزرگی ما همون فقیریه که دارم در همون زمره گفت من به خلیفگی تنمید تو هیچ مرگو ایمه خفا نشو حضرت میگه بابا که هم خیلی گریه کرد میگه که بعد از او گفت که قسم به خدا گفت جوان مردی و مردکی همون را گفت به ای خلیفگی بدونستم که یک فقیر من گریون کرد که همه تونست که حضرت همون خزینه های مدینه را گره و قصر رو سوزه همش دستش بود نگه همه خیلی انسانه بود از صدقه این در فقر صدقه در نزد کمبغلی همین وقت مومن معلوم میشوه مومن در همین وقت معلوم میشوه بعد از او پرسیدن حضرت بعد از او شما چی گفتنی با دوام ته گو المصیبتو این در بقا یعنی که شما نگاه میکنه که مصیبت بالای شما در میبیایه و چند قدر دینتون حمایه میکنه اندکک فقیری خدی اغلبیت انسان ها مسیحی شدن اندکک بحرانا گفتن روز آخر شدن اندکک مشکلات بالا آمد دین فروشی شد مومن کسی هستن گفتن که بالای اوده چی آفت میبیه و چند قدر دیندار میمونه امروز ما کم ترک فقیر شدیم کم ترک نادار شدیم چاره و راه میکنیم که ای کجا باشه برویم ای کجا باشه چیکار کنیم نه آخی یک مرتبه باید ما فکر کنیم که دینی ما در همین فقیری ما را چی میگه دینی ما در حالت بایی ما را چی میگه دینی ما در حالت مقصد زنداری ما را چی میگه دینی ما در حالت مصیبت ما را چی میگه یک انسان مصیبت بالاش میبینه با پرگی خدا ناامید میشه نه آخی دین چی میگه دین چی تعلیمت میتیه دین میگه اینا لله و اینا الیه راجعون گو صبر که سر تخم که فقیر باشی دین تو را چه تربیت میکنه بیمار باشی دین تو را چه تربیت میکنه برای همین انسان در حالت آفت بالای دینش آمد چند قدر دینش میقفه جناب پیغمبر صلوات الله ربی و سلام گفتن یکی از نشانهای قیامت همینه که انسان ها را ایمانشون رنگ لخچه می شود همین ایمان قبیدن نمیتونه کسی که همون لخچه را حفظ کنه گفت او را ایمانش به سلامت میمونه واسه همیه یک دوره اومد که اندک کار خیلی ایمان های دست میتی اندک کار خیلی ایمان های دست میگیره خیلی انسان در کارهایی که ایمانی لذیذ خدشمونه ایمانی بلال بینه او عذاب بینه ایمانی اماره بین پدرم میکشن مادرم میکشن در دین رسول الله اومده با پیامبر جنگ میکنه که به خاطر تو تا چه مکشتن امروز اگر به خاطر اسلام یک تایمو اگر یک انسان بردن میگه بدبخت همون سبب شده میکشه در روی دین اماره پدر و مادرش نکشتن بلال نکردن
چند قدر انسان ها در عهد اسلام در عهد پیغمبر خلیفه دنیا گذاشتن اومدن خرخشه برداشتن ما همین خیلی میگه ایروی همون شد ایروی این شد ایروی نه اوخی دینداری ما نزد مصیبت معلوم بشه چند قدر دینداری سیمش انا همین بوده دینداری ما چند قدر افت بالا ما ببین چند قدر دینداریم حزل شوخی بازی کار دین جای حزل نیست دین جای شوخی نیست دین در جای خودش باید روش اجرا کنه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وقتی مردنشتن یک نامه از درونی صندوق یافتن خوندیان گفته زمان میرسد انسان ها در 5 وقت نماز 5 بار آینه نگاه میکنن لیکن گفته در 5 وقت نماز 1 بار در آینه دین خشن نگاه نمیکنن که چیکار کرده گشتیسیم 5 بار در آینه نگاه میکنه سرشون میکنه 1 بار آینه دین در پیشمون میمونیم که همین دین چی میگه با چیکار کرده گشتیسیم میرسه به زمانی دین مورد چی میگه آینه دخمون راست میکنه خشنو میکنه دقیقه با دقیقه لیکن 1 بار دینداری مونه چی زن داری رفتیستن چی گودک داری رفتیستن چی دختر داری رفتیستن چی پدر داری مادر داری رفتیستن چی احترام کلام رفتیستن چی روز رفتیستن مردم بودن حضرت حافظ که روزی بهیم طلبن از ایام مردم میگه پگه خوب میشوه ولی نقض میشوه این میگه ای روز شو بعدی دسته روزی بهیم طلبن از ایام پگه خوب میشوه کباب پگه خوب میشوه میگه نه پگش بچی دسته پگش بچی دسته همین بدیه که همین سلامت خدا پناهته این شوخی نبود این کار ولی کی میدونه آیندهش چیه هر روز برای ما یک وضع آمده است انا همینجا دین معلوم میشه انا همینجا دینداری معلوم میشه دین چی میگه دین چی کار میکنه همه این ویروس آمدگی جزا و مکافات خمون بود بالای سر مونده یک دوره بود به مهری به محبتی از خدا دوری این همه که برطرف شده با همون خصلت‌های بد منال میسودن هیچ دین ما رو تغییر نداد معلومه که در آینده نزدیک با یگان آفتی دیگه هست ما عبرت نشد 50-60 انسان ها را گور کردیم مرده های انسان ها در مرگا قریب تمام شد پوسید رفت عبرت نمیشه یک بار به جای هوای خمون رو نمیدونیم همه همین مکافات عذابی دست خمون بود قرآن میگه جزاء بما کسبوا چیز کسب کرده میته میگه مکافات شما همین ما یک مراتبه دیدیم بیا چی ای دستی مردم هم باشه چی ای جنگ بیولوژی هم باشه مهم همینه که ما همین عذاب دیدیم همین دم دینداری مونو باید معلوم کنیم چقدر دین داریم باید ما دینداری مونو دوست داریم چقدر دین داریم نه برعکس بعد اندک گو سبوکیا با همو به دینی دیانتی اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الرؤوف الرحيم خداوند جمعیت ما را جمعیت خیر گردان پیشگامان کشاده کن توفیق ده ما را مؤمنین واقعی گردان خداوند خیر برکت در این دکان عطا کن گذشته های اسمت الله رو پروردگار جاهاشون بهشت گردان زنده هاش توفیق ده فرزنداش هدایت کن برای راست پروردگار رو از چشم حاسد و قاصد ظالم نگهبان باشه این خاندان این دکانش فیض برکت عطا کن الله اکبر